رفت با یکی از بهترین رفیقام که 5 سال من رفاقت داشتم باش. اون میخواست تلافی کنه، رفیقم چرا همچین کاری کرد. زمانی که به عشق هیچ باوری نداشتم با این آشنا شدم و زمانی هم که بیشتر از همه چی بهش نیاز داشتم، بیشتر از همه کس بهش نیاز داشتم، از پیشم گذاشت رفت. چی شد که رابطتون به هم خورد؟ یکم زیادی بهش گیر میدادم و این گیرم باعث شد یهو عصبی شد. نمیدونم حالا با جدیت بهم گفت که از زندگیم برو، ازت خسته شدم. من اینو باور کردم، قشنگ توی قلبم حسش کردم، یعنی صدای شکستن قلبم خودم شنیدم. با رفیقم رفتم بیرون با 2 دختر که دوستم بودن و از این موضوع به شدت ناراحت شد و فکر میکنم قلبش شکست. گفت میخوام تلافی کنم سرت. رفت با یکی از بهترین رفیقام که 5 سال من رفاقت داشتم باش. یه هفته با پسر موند. گذشت که یه روز رفیقش میگه که خیلی دلتنگت شده. یه خلاصه بازم از غرورم زدم با این کاری که کرد باهام، یعنی بدترین کار ممکنی که باهام کرد. من شاید با یه غریبه رفتم حالا بیرون هر چی، ولی اون با دوستم بهترین رفیقم رفته بود. بهش پیام دادم گفتم بیا از همه چی از نو بسازیم. رفتیم بیرون یه بار. من واقعا مثل قبلم نبودم ولی اون مثل قبلش بود، یعنی هی بغلم میکرد، هی میخواست منو مثل قبل بکنه. من خیلی به هم ریخته بودم، با اومدنش دوباره منو خوب کرده. اومدم پیشش برای بار دومی که آشتی اومدم پیشش، اصلا مثل قبل نبود. یه هفته گذشت، من تو دلم میدونستم یه جای کار میلنگه. یه هفته صبر کردم، آخرش گفتم چی شده؟ گفت که من دیگه هیچ حسی بهت ندارم. متلاشی شدم، نمیدونستم دارم چی میخورم. وقتی دارم غذا میخورم دارم سنگ میخورم. واقعا من آدم خیلی خوشحالی بودم، یعنی کلا خنده رو لبم بود. الان اونجوری نیستم. موهات سفید شده یا ارسیه؟ سفید کرد، بکگراند نمکسشه دیگه. هر موقع گوشی رو باز ببینم. به هم خوردم ایشی، هر چی که ساخته بودم به هم خورد. وقتی که اون رفت تو خودم گم شدم. میتونی اول اسمشو بگی؟ آ. اگه یه حس خیلی کوچیکی هم توی دلت باقی مونده برگرد